برادرای عزیز و گرامی، حضرت نوح علیه السلام که از پیغمبرهای اولوالعزم بود، در سوره مبارکه عنکبوت آیت 14، اولا من از خود حضرت نوح برای شما گویم که سوالی که دادن زن و فرزندش از دنیا بدین رفتن مثلا تا چه اندازه این حقیقت دارن. الله مهربان در سوره عنکبوت آیت 14 میگفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فیهم 1000 سنة الا 50 عاما. الله مهربان میگد ما حضرت نوح را مبعوث به پیغمبری کردیم و به سوی یک طایفه مردم او را همچون پیامبر فرستادیم. فلبث فیهم 1000 سنة الا 50 عاما. ما برای حضرت نوح 1050 سال عمر دادیم. حضرت عبدالله ابن عباس بچه عمک پیامبرمون گفتن که حضرت نوح 40 ساله بود که مبعوث به پیغمبری شد، یعنی پیامبر شد. 950 سال برادرای عزیز در راه دعوت بود، در راه دعوت 950 سال. بعد آنی که طوفان شد، آب شد، مقصد آب آمد، تمام زمین و کوه را آب فرا گرفت. بعد آنی که حضرت نوح از این طوفان خلاص شد 60 سال دیگر باز زندگی کرد. گویم برادرای عزیز در این 950 سال دعوتش جمع 80 نفر آدم ایمان آورد و خلاص. ببینید قریب سری برادرای عزیز 12-13 سال در یک نفر ایمان می آورد و خلاص. اگر چند برادرها حضرت نوح علیه السلام میگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یک سوره مخصوص در قرآن به نام حضرت نوح داریم. میگو اینی دعوت قوم لیلا و نهارا. پروردگارا خودت میدانی که من شب و روز مردم دعوت میکنم، یعنی تنها روز نه شبها هم دعوت میکنم. فلم یزدهم دعائی الا فرارا. الله مهربان چنان سرسختند، چنان دلهاشون سیاه است که هرگاهی که از نام زیبای تو آغاز میکنم اینها رو با فرار میگذارند، میگریزند. و اینی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی اذانهم واستغشوا ثيابهم الی آخر آیه. هرگاهی که اینها را من دعوت میکنم میگم ان اعبدوا الله واتقوه واطیعون، الله را عبادت کنید، الله را اطاعت کنید، از الله بترسید. اینها باشد انگشتاشون را در گوشاشون میدازند و جامه هاشون قطعی روی هاشون را میپوشانند تا مرا نبینند. همگی 80 نفر در 950 سال دعوت. چقدر مشکلات های سختی به سر حضرت نوح علیه السلام. شاید برادرها بعضی ها گویند حضرت نوح 1050 سال عمر دید. مفسرهای گرامی میگن البته این یک
حکمتش همین بود که در او وقت مردم که کم بود، برای زیاد شدن مردم در روی عالم الله مهربان عمرهای مردم او زمان هم خیلی دراز کرده بود تا که نسل زیاد شود. تا اراده الله همین بود که دنیا را پر از آدم کنه. برای همین یکی از سببهای میگه دراز شدن عمرم همین بود. خلاص حضرت 1050 سال عمر دیدن. در قصه ها میگذرد که وقتی حضرت نوح را میگه حضرت عزرائیل آمد برای جانش گرفتن، گفتش 1050 سال در این دنیا زندگی کردی، میتونی که درباره این دنیا برای ما چیزی بگوی؟ یعنی چی بود از دنیا، چی داشته است؟ حضرت مولوی میارد جنونی، ندیدم هیچ چیزی را به عالم، نخورده خشک و لب زین پا کشیدم، به دستم از گرفتن نیست رنگش، به دندانم ز خوردن نیست رنگش، گذشت چون خواب به خاطر نیست جز رنج و ملاله. حضرت گفتن هیچ چیز در یادم نیست، هیچ چیز در ذهنم نیست. اگر از دنیا پرسین ببینین این قدری که با دنیا من با این دستا سر کار داشتم، یگان اثر و نشانه‌شون در همین دستام نیست. این قدری که من مقصد تناول کردم دندانها و بین یگان اثری از دنیا نیست. گذشت چون برق چون خواب و خیاله. ببینیم به خاطر نیست جز رنج و ملاله. برق تو گفته هم یک چشماقک میگیم، هم یک چشماقک که میزند و ناپدید میشود. گفت دنیا را همچنان یافتم. چقدر مقصد باید سرعت تیز 1050 سال حضرت گپ زده، بغیر میگه درد، بغیر مشکلات، بغیر سختی در این عالم هیچ چیز دیگر ندیدم. این یک تاریخچه خورده در گرد حیات حضرت نوح و در نسبت زن حضرت نوح الله مهربان چی میگه؟ این قرآن است و این سوره مبارکه تحریم آیت 10. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ضرب الله مثلا للذین كفروا امرأة نوح و امرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنی عنهما من الله شیئا وقیل ادخلن النار مع الداخلین. صدق الله العظیم. برادر عزیز، الله مهربان میگه من برای تمام نفرهایی که از دنیا بدین گذشتن، کافر مردن، مثال میزنم زن حضرت نوح و زن حضرت لوط که اینها را الله مهربان میگه در نکاح بندگان صالح من بودند. یعنی حضرت نوح و حضرت لوط بندگان صالح الله مهربان بودند، اینها پیامبر بودند. میگه این دو زن، یعنی زن لوط و زن حضرت نوح، فخانتاهما، میگه اینها در حق این دو بنده صالح من خیانت کردند. خیانت برادرای عزیز با این معنا نفهمین که اونها فاحشگی کردند، اونها دست به زنا زدن. نه، این چیزها مناسب پیامبرها نیست که با زنهای فاحشه و با زنهای زناکار اینها زندگی کنند. خیانتی که اینها در اینجا آمده است این خیانت دینی بود، در دین خیانت کردند.
زن حضرت نوح را دیوانه می گفت. ببینید چگونه ای که ابولهب و چگونه مشرکای عرب پیامبر خود ما مجنون می گفتند، دیوانه است می گفتند. حرکت های حضرت می دیدن، عبادت ایرا می دیدن، از جبرائیل آمدن که صحبت میکرد میگفت این آلایی میگه، این دیوانه است میگفتن. همچنان زنی حضرت نوح هم به حضرت نوح خیانتش همین بود که وی همچون دیوانه قبول داشت. و بسیاری از سیرهایی که حضرت نوح با نفرهایی که ایمان آورده بودن، مصلحتهایی که میکردن، این مصلحتها را به دشمنای حضرت نوح برده میرسانید. زن حضرت لوط هم برادرای عزیز، هرگاهی که میگم مهمان خانه حضرت لوط می آمد، بین در روز میگه آتش می افروخت، علاو میکرد، دود که می برآمد، مردم میفهمیدن که خانه لوط در مهمان آمده است. اگر شب میشید آتش افروخته میکرد که دانین که خانه لوط در مهمان آمدگی است. یعنی از آمدن مهمان ها، از ایمان آوردن مردم، از بس که قوم لوط دست به یک کار لیواتگری و حرام داشتن، اونها با این رفتارهای زیشت چون میخواستن که حتی با مهمان ها و نزدیکای حضرت لوط هم این کار انجام دهند. یعنی در این کار دست حضرت لوط زنش هم بود. به این خاطر الله میگه اینها خیانت کردند و اینها از دنیا کافر مردن، زن حضرت نوح و زن حضرت لوط. و الله مهربان گفت که اینها حتما روز قیامت همراه نفرهای بی ایمانی که اونها را حکمشان به سوزاندن آتش جهنم هست، اینها را هم همراه اونها در آتش جهنم می سوزانیم و عذابشان میتیم و شکنجهشان. حضرت نوح از طوفان نجات یافت و بچه‌ش کنعان که ما اگر یادتان باشد سام و حام و یافیس و کنعان، این بچه حضرت نوح بود. اون سه نفرش گویم ایمان آوردن و یگانه فرزندی که از پدر اطاعت نکرد همین کنعان بود. وقتی حضرت نوح گویم به خشکی رسید، آب از زمین کشید، نابود کرد، حضرت نوح میگه پروردگارش را مناجات کرد. چی گفت؟ گفت پروردگارا کنعان بچم بود کو و الله مهربان شما گفته بودین که از اهل تو کسی را نابود نمیکنم. چی شد که کنعان هلاک شد؟ و تو احکم الحاکمینی، وعده های تو حق است. دوامی آیت را گوش کنید. قال یا نوح، الله مهربان عتابش کرد، گفت ای نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعیذک ان تکون من الجاهلین. الله مهربان گفت ای نوح کنعان از اهل تو نیست. کنعان را فرزند مخواه، زیرا که کنعان به عملهای غیر صالح چنگ زد و او از اطاعت و از عبادت منم، از اطاعت تو هم و سرکشی کرد. برادرای عزیز و گرامی، الله وعیدش کرد، گفت مادام در چیزی که علم نداری او را از من نپرس،
و من تو را آگاه میکنم تا که تو به خبر نمانی. مقصد این برادرای عزیز که الله مهربان میگه وقتی اگر بینین در آیت قرآن خواندیم که زن حضرت نوح، حضرت لوط، وقتی الله مهربان حکم اونها را خواند، در دام آیت گفت که از دست نوح و لوط هیچ چیزی نمیاد که اینها را از عذاب من خلاص کند. اینها حتما عذاب را میچشند، اگرچه اینها پیغمبر هم باشند در پیش من. یکی همچنان نوح را هم گفت که اگرچه بچه تو هم که باشد، مادامی که سرکشی کرد، مادامی که اطاعت تو را نکرد، او را ما از خاندان تو خط زدیم، او را ما همراه نفرهای بیدین و بیدیانت روز قیامت حشر میکنیم و از دست تو هیچ چیز هم نمی آید و تو را خلاص کرده هم نمیتانی و دان که او دیگر فرزند تو نیست. برادرای عزیز، وقتی این عتاب الله مهربان به نوح کرد، البته این پیغمبرا از عتاب الهی، از وعید الهی، از جباری و قهاری الله مهربان می ترسیدند. وقتی این جواب که از الله گرفت، بعد او چی گفت؟ قال ربی ان اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم و الا تغفر لی و ترحمنی اکن من الخاسرین. گفت پروردگارا، گفت به سوی تو پناه طلب میکنم از این سؤالی که در او علمی من نبود، فهمشی من نبود، من نمیدانستم که مقصد تگی کارده چی گپ است. من این قمی دانستم که کنعان بچم است، ولی به سبب اینه که اطاعت نکرد، عبادت نکرد، حکم او چی می شود، من که از این علم نداشتم و آگاهی نداشتم در راست فرزند خودم، پس پناه طلب میکنم از این سؤالی که به سوی تو کردم. الله مهربان، اگر مغفرتم نکنی، اگر به جانم رحم نکنی، اکن من الخاسرین، من از زمره آدمان ذلیل خار شده در پیش تو میشم. یعنی برادر عزیز پناه طلب کرد به سوی الله مهربان از این سؤالی که از الله کرد. پس برادران معلوم شد که زن و فرزند حضرت نوح، کنعانش یک بچهش همراه زنش، اینها از دنیا ایمان نبردن. یعنی اینها روز قیامت همراه همون آدمای بی ایمان حشر می شوند و جزا می گیرند. ولی برادرای عزیز، اینجا در یک نکته دیگر هم ناگفته نگذاریم. عزیزای خدا میگن علتی یا سببی بی دیانت گشتنی بچه حضرت نوح ای از همنشینهاش میگن این بی ایمانی و این عتاب الله مهربان میبینند از حساب همنشینها. حسین واعظ کاشفی میگفت پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد، سگ اصحاب کهف روز چند پی نیکان گرفت و مردم شد. برادر عزیز، یعنی از خاندان نبوت دور شدن بچه حضرت نوح میگه سببش این بود که با بدان بنشست، به آدمانی که اونها لایق نشست ندارند، یعنی اونها بسیار آدمای بدتینت هستند، آدمای بدسیگال هستند، آدمای رذیل هستند که همنشینی اونها برای ما و شما هم در دنیا من خطر دارد، هم در آخرت من خطر دارد. حضرت در دوامش میگو که با بدان کم نشین که صحبت بد
گرچه پاکی تو را پلید کند، آفتاب بر این بزرگ را پاره ابر ناپدید کند. میگو بچم با بدا ننشینین، با آدمایی که سیرت و اخلاق و گفتار و کردارشون بسیار زیشته، با اونها همنشین نباشین که اگر چند پاک هم باشی، اگر چند بچه پیغمبر هم که باشی، تأثیر اونها در تو میرسد. حتی مثال زیبا هم گفت آفتاب بر این بزرگ را پاره ابر ناپدید کند. آفتابی که این پاک زیبا تازه، وقتی ابر با او همنشین می شود دیدین که دنیا تاریک می شود. برای همین از این صحبت هم دادرها و خواهرای عزیز در انتخاب همنشین هاتون، دوگانه هاتون بسیار اهمیت این که شما با کیها رفت آمد دارید، با کیها همنشینین، زیرا حتما و تأثیرش در شما میرساند. حتما الله مهربان توفیق دیاتو ما و شما را باز هم هدایت کند. سوال دیگر برادر عزیز، اینجا در گفتن جناب امام بخاری حدیث 5017 همین را گفتن برای ما شرطه. این کتاب امام بخاری است، حدیث 5017. خب چند راویای حدیث میاد برادر عزیز در حدیث 5017. بعد از عایشه میاد اخیران مادرمون ان نبی صلی الله علیه و سلم کان اذا اوى الى فراشه كل ليله جمع كفيه ثم نفس فيهما فقرأ فيهما قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. برادر عزیز و گرامی، حضرت عایشه مادرمان گفتن که هرگاهی که پیامبر نازنین در جاگاه خوابش می درآمد، یعنی می نشست و دستهاش کفاش جمع میکرد، دستکاش جمع میکرد است، سوره قل هو الله احد یا سوره اخلاص میگیم ایرا میخون، قل اعوذ برب الفلق میخوند، قل اعوذ برب الناس میخوند، شف بکند و ابتدا میکند از بالای سرش یا از رو سر میکند، مالیدن تا سر تا گردنا تا کجایی را که مقصد همین دستش میرسد همه بدنش میمالید، باز دستش میگیره باجا. همین کار 3 بار قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس میخواند است یک باری، ولی که 3 بار همین کار تکرار میکنید، صوف میکنید میمالید است، صوف میکنید تمامی جایی را که دستش برسد. بعد برادر عزیز به طرف راست میگردید و رو به سوی خانه کعبه قبله و خواب میکردند. برادرها هر کسی که با همین طریق خواب میکنند انشاءالله از بسیاری ضررها و زیانها او آدم خلاص است. برادرها این بود معنای حدیثی. از من پرسیدن که مقصد چی است.